روز جمعه در یکی از شفاخانه‌های شهر احمدآباد سروزیر هندوستان نریندرا مودی با یگانه مسافر نجات یافته هواپیمای بوئینگ 787 شرکت ایر ایندیا و چندی از مجروحان این صدمه دیدار و گفتگو داشت. رسانه‌های محلی هندوستان نوشتند که این شخص شهروند بریتانیا رامیش ویشواش کومار است که در کرسی 11A یعنی در رو بروی برآمدگاه اضطراری نشسته بود. مسافر نجات یافته به خبرگزاری‌های هندی ابراز داشته است که با آغاز پرواز صدای بلند شکست و ریخت را شنیده است. به قول ویشواش کومار برادرش در کرسی دیگری همین هواپیما نشسته بود و اون نمیداند که سرنوشت او چی شده است. طبیبان ویشواش کومار را در بین شاهدان حادثه پیدا نموده به شفاخانه رساندند. در شهر لستر بریتانیا برادرزاده ویشواش کومار در صحبت با ریترز تصدیق کرد که با رامیش تلفنی صحبت نموده است و حالش خوب است، اما از حال برادر همسفرش معلوماتی ندارد. ما از این حادثه بسیار آزرده هستیم. سبب تنهایی نیست که برادر ما آنجا بود. در هواپیما 242 کسی دیگر بود. این خبر واقعا خبری بد است. هواپیمای خطسیر ایر ایندیا که از احمدآباد به لندن حرکت میکرد بعد چند دقیقه آغاز پرواز به خوابگاه کالج طبی این شهر غربی برخورده آتش گرفت. در نوارهای بایگانی داخل هواپیمای سقوط نموده نشر شده است. مقامات هوانوردی هندوستان میگویند این بزرگترین فاجعه 10 ساله اخیر بوده است. به قول پلیس محلی هواپیمای مسافربر با 242 سرنشین به خوابگاه برخورده حیات کمش 290 نفر را از بین برد. منصبداران هندی با افرادی در زمین زیان دیده هم ملاقات کردند.